با نام خدا یاد خدا. سلام، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوبتی. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش های روزگار. دوستان عزیز، این برنامه قسمتی دومین برنامه گشت و گذار ما در کوچه ها و خیابان های شهر دورتموند آلمان می باشد. دوستان، پیش از برنامه را آغاز کردن لطفاً به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده دیگر برنامه‌های ما نیز گردید. چنانچه عزیزان شما می‌دانید شهر دورتموند یکی از شهرهای خوب، زیبا، دیدنی و مشهوری آلمان می باشد که در اینجا خیلی هم توریست‌ها از تمام دنیا برای دیدن این شهر تشریف می‌آورند. و دوستان بریم با هم یک جای این برنامه را از نزدیک تماشا کنیم. رفتیم. دوستان عزیز، ما هنوز هم سیر و گشت‌های ما در کوچه‌های دورتموند آلمان ادامه دارند و میریم دیگه طرف‌های شهر ببینیم که در دیگه طرف‌ها چی گپ خبره. چنانچه می‌دونید فعلا 2024 دیگه مردم هنوز هم چیزای سال نویشو همونطور ماندگی خد اینجا قریب تا یک ماه دو ماهیگره این چیزا را میمونن همین خیلی برای نمایش زیبایی شهر. خب اینجا هم قدم کلیسای هست. خب ببینیم دیگه طرفا چی گپه. دوستان عزیز، ما هنوز در شهر دورتموند قرار داریم. این هم کوچه‌ای که مغازه و نمیفهم خوردنی بابها ساخته شدن و مردم از یا استفاده میبرن. خیلی زیبا هم هست، یعنی چیزهای جالب. دوستان عزیز، ما در کوچه مرکزی شهر دورتموند قرار داریم. ببینیم بغیر پیاده‌گرد دیگه یگان چیز دیگه نیست، چون دیگه نمیشه اینجا خیلی سر آدمای فقط پیاده‌گردا میگردن. و دوستان یک دفعه ای رو ببینید لازمه با دیگه طرفی کوچه را میگیریم. اینو ببینید دوستان، اینو ببینید خیلی هم دراز هم دراز هم کوچه کلانترین و سر آدم ترین. در اینجا تخلیف شده از مغازه های آلمان و بریم دیگه طرف ها. هنوز هم گشت و گذاری ما در کوچه های دورتموند ادامه دارن. شما دوستان آدم ها رو بینید و این هم این طرف دیگه کوچه ها دیگه ساختمان ها. خیلی آدم زیاده، جمعیت ببینید، آدم ببینید چقدر زیاده در شهر. دوستان عزیز، شهر دورتموند یکی از شهرهای به حساب بزرگی آلمان حساب می شود، چون 15 ناحیه داره در داخلش و قریب 650 تا 700 تخمینا هزار چی میگیم جمعیت یا نفوذ داره یا که مثلا اهالی داره شهر. خیلی شهری کلان هم است. ببینید دوستان در یک کوچه‌اش این آدم ببینید چقدر داره. خب دیگه این کوچه که از برادرها تمام مغازه های برند هستن، مثلا زهرا و نمیفهمم، سلاماندر نمیفهمم، سپورت نمیفهمم، ادیداس نمیفهمم، دیگه و دیگه هم چیزی که برند در جهان در همین کوچه ساخته شدن. دیکاتلون ها چیز دیگه خبرو. خب این طرف ببینید ما در چهارراه این طرف هم همچنان. دوستان هنوز هم این کوچه خلاص هم بشه، ما میخوایم از روی بریم. هنوز هم چهار نشده است. حادثه سر آدمای تیز راه گشتن نمیشه و میریم دیگه امو طرفی که باید نمیفهم میگن چیز خوب داره که ببینیم چی گپای. ببینیم با ان شاء الله بنوارش میکشیم. خب دوستان عزیز، این ما در مرکزی دیگه کوچه رسیدیم و اینجا هم به خاطر سال 2024 خیلی جشن گرفتن مردم و این هم چی ساختن. ببینید دوستان یکی از کلیساهای این شهر و اینجا چندین دکان های هست که به خاطر تحفه و نمیفهمم چیزا دیگه میریم دیگه طرف. دوستان عزیز، ما در بازارچه قرار داریم. بازارچه گفتی گپا سال نوی و میریم طرفی دیگه کوچه ها و دیگه هستم. ای جلالی عجوز کمپیر از این ای چی میگن
اما قهرمان های افسانوی در مولتیکو. خب این طرف هم دیگه مغازه ها، دیگه بوتیکا، این هم دیگه کوچه های شهر. و دوستان اینجا یک کلیسا آبازرینی هست، چی میگیم چرخ و فلک. اینجا ببینید خیلی زیبا هم دیدنی هم هست. خب دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر دورتموند و کوچه و خیابان‌های این شهر که ما گشت و گذار کردیم. و دوستان گفتن نماند به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، با کانال ما ابونه شید و دوستان خود بفرستید و زنگوله دایمی رو برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. باقی خدا نگهدار، خدا حافظ.